خیلی‌ها یه گاردی نسبت به گرفتن بک تست دارن. باید چند نکته رو توجه کرد در گرفتن بک تست. شما اولا که باید داده‌های سالم از گذشته مارکت تو بروکرتون وجود داشته باشه. نکته بعدی که وجود داره، شما واسه این که بتونید به یک اکسپرت اعتماد بکنید، هر مدل اکسپرتی فرق نمیکنه، حالا در یک تاریخ مشخص بازه کوتاه یه حساب ترجیحاً ریل بهتره، ولی اگه نتونستید حساب ریل باز بکنید یه حساب دمو باز میکنید، یه فوروارد تست میگیرید. یعنی شما میزنید یه هفته اکسپرت کار میکنه، نتایج اون حساب دمو رو میایید با نتایج بک تست همون یک هفته‌ای مقایسه میکنید. اگر تمام معاملات، حالا اهم از معاملات ضرر شده یا معاملاتی که تیپی خورده، یعنی تارگت خورده، با مثبت بسته شده، بتونه یکسان گرفته شده باشه در تفاوت بین فوروارد تستی که شما انجام دادین رو حسابتون و بک تستی که از اون یه هفته گرفتین، خب مشخصا شما میتونید به اون اکسپرت اعتماد بکنید که چون نتایجش با بک تستش یکسانه. ولی خب خیلی از اکسپرت ها داخل مارکت هستن که نتایج متفاوتی ارائه میدن و بک تستشون رو، یعنی داخل برنامه نویسی که اون اکسپرت داره، بک تست تغییر پیدا میکنه که نسخه های قابل اعتمادی نیستن. همینطور که ملاحظه میکنید بک تست تموم شد توی نسخه چری 2 ما، بعد $1414 سود، یعنی سود ما نسبت به اکسپرت قبلی نصف شده، درادانمون هم پایین تر اومده. خب هر کاربری یا هر تریدری اخلاقیات خاص خودش رو در ترید کردن داره. ویژگی های اخلاقی ترید کردن کاربرها میتونه بهشون کمک بکنه که از نسخه های متفاوت ما استفاده بکنن. همونطور که ملاحظه می‌کنید نسبت به نسخه قبل پرافیت فاکتور بیشتری داریم، 1.92 یا 93 بود که الان شده 2.46، سود کمتر شده و درادان کل شده 17% نسبت به حساب $1000. خیلی عدد پایینیه. سودمون هم نصف شده تقریبا. و اینکه 87% هم وین ریت معاملاتی بود، یعنی 132 تا ترید در 9 ماه گذشته این اکسپرت انجام داده. تعداد تریدهای کمتری انجام داده، میتونه واسه کسای مناسب باشه که بالانس بزرگتری دارن و خدمت شما عرض کنم که 87% وین ریت داشته. خب خیلی از کاربرها حساب‌های درشت معاملاتی دارن، خب میتونن از این اکسپرت استفاده کنن. حتی اکسپرت نسخه یک هم برای اون کاربرها خوبه، ولی کسایی که کم ریسک هستن توصیه ما اینه که بتونن از نسخه 2-3 استفاده بکنن، براشون خیلی بهتره. حالا بریم ما نسخه 3 رو هم انتخاب بکنیم که این بک تست رو در تایم فریم 30 دقیقه میشه اون بک تست هم واسش انجام بدیم که کاربرا بتونن مقایسه دقیق داشته باشن تا برسیم به اون ماه آخر میلادی که نحوه توضیح دادن ما متفاوت خواهد بود که بتونین شما اعتماد بیشتری به عملکرد اکسپرت داشته باشین، چون میخوام با حساب ریل مقایسه بکنیم این مدت رو. خب خیلی از دوستانم حالا تا اینکه اکسپرت بک تستش رو تو نسخه سم بگیره اعتقاد به این دارن که خب خیلی از اکسپرت ها میتونه به حسابشون ضرر بزنه. خب این چیز عجیبی در بازار نیست. شما استراتژی ها و ورود و خروج متفاوتی تو بازار وجود داره که میتونه بله در دراز مدت ضررده باشه. مهمترین بخشی که این نکته که وجود داره در انتخاب اکسپرت اینه که کاربر به دنبال فاصله گرفتن از اکسپرت های باشه که به صورت مارتینگل کار میکنن، چون بالاخره در طول بازه زمانی حتما اذیت کننده خواهد بود، حتی حساب ممکنه کال مارجین کنه. ولی خب نسخه که شما دارین ملاحظه میکنین، یعنی تمام نسخه های ما تک پوزیشن هست، روی طلا داره کار میکنه، استاپ تیپی داره و تریل انجام میشه در انتهای معامله و هیچ مشکل و معضلی در استفاده از اون نخواهیم داشت. و حالا داریم به انتهای این بک تست هم میرسیم. نسخه های زیادی توی بازار وجود داره از اکسپرت های متنوع که توی خود سایت MQL هم هست، واسه خرید و فروش گذاشته میشه و حالا نسخه های رایگانی هم توی بازار وجود داره. این نسخه بعضیاشون خب استاپ ندارن، بعضیاشون استاپشون حالا واسه کاربر قابل تغییر میشه. اینا خیلی نسخه های خطرناکی هن که چون بالاخره ذات انسان اینطوریه که دنبال سود بیشتر ممکن ریسک های متنوعی انجام بده، واسه همین ما
معاملاتون حتما استاپ داره و کاربر دسترسی بهش نداره که بخواد استاپ رو برداره، مگه که توی جزئیات معاملات خودشون روی چارت بخوان تغییراتی رو انجام بدن که خب ما اصلا توصیه نمی‌کنیم. یعنی توصیه ما به کاربرا اینه که به هیچ عنوان در روند معاملات اکسپرت دخالت نکنن، صبر داشته باشن، برآیند کلا سودسازه. این مهمترین نکته است. یعنی شما در استفاده از اکسپرت ها، یعنی مخصوصا اکسپرت مجموعه ما، یاد میگیرین که صبر هم داشته باشین، معامله جای مشخص باز بشه، بسته بشه و در عملکردش دخالتی نداشته باشه. حالا میرسیم به نتایج این اکسپرت. 137 معامله انجام داده که 80 تا خدمت شما عرض کنم که این معامله رو با سود بسته، یعنی نزدیک 60% وین ریت، 58%. قابلیتی که این اکسپرت داره این که یعنی اوریج پروفیت تریدش، یعنی میانگین سودسازی معاملاتیش از ضررش بیشتره، یعنی 2 برابر همونجور که ملاحظه میکنید. بنابراین با این وین ریت نزدیک 60% عملکرد خارق العاده داره. همینطور که میبینید پروفیت فاکتور 2.74 یک پروفیت فاکتور خوبه توی بازه 9 ماه، مخصوصا تایمی که طلا حرکات عجیب غریب و هیجانی و اخبار متفاوتی ازش می اومده بیرون. یعنی خب این نشون دهنده اینه که اکسپرت خیلی خوب با ریسکا میتونه مقابله بکنه. سودی که تو این مدت داشته $2081 بوده با دراودان $127، یعنی 12.7% فقط. این یکی از نکات مهم این اکسپرت چریسه هست، یکی از نسخه‌های جذاب ما واسه کسایی که سرمایه درشتی دارن و میخوان ریسک کمتری داشته باشن در معاملات. سود خوبی 200% سود در 9 ماه اصلا عدد کمی نیست، یعنی خیلی فراتر از چیزیه که کاربر میتونه تصورشو بکنه، ولی تعداد معاملات اندک. شما اگه تعداد معاملات زیاد شما رو روی حساب معاملاتیتون ارضا میکنه از لحاظ ذهنی، بعد برین سراغ نسخه 1 که تعداد معاملات زیادی داره. نسخه 2 به در کسایی میخوره که هیجان مارکت رو درگیرش نیستن، میتونن به حساب اجازه بدن در ماه‌های مختلف حالا تعداد تریدهای متفاوتی داشته باشه و سودشون رو بردارن یا سودشون داخل حسابشون بمونه. به این شکل میتونن همچین رفتاری رو داشته باشن. این توضیحاتی بود که در مورد این 3 نسخه من خدمت شما عرض کردم. حالا میریم سراغ نسخه بعدی، نسخه خیلی جذاب پرو. واقعا میتونه طمع هر کسی رو برانگیخته کنه. ما همون تنظیمات نسخه نرمال رو، یعنی چریه 1 رو همین نسخه انجام میدیم. تفاوتی که این نسخه با نسخه چریه 1 نرمال داره اینه که همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، شما تو این نسخه باید 3 ماه حداقل بهش فرصت بدید. دلیل این موضوع اینه که شما در طول دراز مدت میتونید سود بسیار بیشتری کسب بکنید. اگه قرار باشه ماهانه سودتون رو یا هفته‌ای سود کردین سودتون از حساب بردارین، این اکسپرت عملکردش هیچ تفاوتی با عملکرد نسخه 1 نرمال برای شما نخواهد داشت. تنها نکته‌ای که وجود داره تعداد معاملات عین همون نسخه 1 نرماله، با این تفاوت که ما مدیر سرمایه خاص داریم. یعنی شما سود که داخل حساب انجام میدین، یعنی معاملات شما اگه دقت بکنید از این اول با 0.1 شروع شده، یعنی چون نسخه همینطور که اینجا نوشته شده 10%، یه نسخه یعنی با استاپ 10% کار میکنه. خب 10% $1000 پایه بالانس هم که میشه $100. بنابراین با 1 شروع کرده به معامله که اگه معامله استاپ شد $100 حساب ضرر میکنه. پس بنابراین نکته جذاب همینه. هر چی خدمت شما عرض کنم که شما مقدار سودسازیتون چون وین ریت بالایی داره، مقدار سودسازیتون افزایش پیدا میکنه. میبینید در یک بازه زمانی یهو به شدت مقدار سودسازی بیشتر میشه، چون هر سودی که یعنی هر مقدار بالانسی که مقدار بالانس شما به داخل سود میره، اکسپرت میاد 10% از اون بالانس جدید رو واسه محاسبه حجم استفاده میکنه و این خب باعث میشه که این افزایش حجم در معاملات رو از 0.1 داریم تا میرسه 17-18 تا حتی 1 لات که الان رسیده به تا 12 لات هم میره، بعد رسیده به 8 لات. یعنی خب این یه قابلیت جالبه. بس اینه که خب خیلی‌ها بگن خب ما هر چقدر حجممون بیشتر میشه ضرر بیشتری هم متحمل میشه. شما نهایت ضرری که میتونه اکسپرت اذیتتون بکنه، یعنی
داخل این نسخه شما 10% اون بالانستونه. شما قبل اینکه پوزیشنی باز بشه، بالانس شما هر مقداری باشه، اکسپرت فقط واسش 10% در نظر میگیره.